السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، دوستان عزیز مهربان، الله سبحانه و تعالی هر کدی ما و شما رو نگهبان باشه. بسیاری ها مزه فرنج هر خیلی نوش میگیرن. المهم هم کرم فرنج دما هسته، میتونه که انشالله که رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونن که زنگ بزنید و دیگر نوع داروها هم همچنین هسته. یعنی این مزفرینگ همون انسانایی که طلبش میکنن همونا میدونن. برای انسانایی که تیز یعنی خنک میکنن چون به حساب که جنوب میشن، برای همونا منفعت خوب داره. و همچنین هسته اپیدیمونی پاستا، همین هم برای انسانایی که خنکی دارن. از سبب بسیاری هایی که از سبب تیز جنوب میشون، یعنی اگر عادی کده بگیم تیز حروم میشن، نزدیک میشن به همراه همسراشون، برای همونها یعنی اساسی یعنی همین کار شدنش چیه؟ خنکی دارن انسان ها. یعنی ما که در اسیا که زندگی میکنیم در خنک، یعنی تنگ میپوشیم، به فوتبالکا و به شیم بروک بیرون میبریم، در زمستون کار میکنیم. از همون سببه و این هم چیز توصیه داده میشه. و برای انسان هایی که تیز تیز پیشابشون میرون، توالت میرون، برای همونها همین گونه دارو توصیه داده میشه. قیصر به نهایت دارو خوب است. کورسش 3 دانه میده، میچین میگیری. و همچنین برای انسانایی که پرستاتی دارن، یعنی سونامید برای پرستاتی به نهایت اینا فایده خوبه. کورسش 3-4 دانه. و پلم و پلتو برای انسانایی که اوی مردینگیشون کمه. پلم و پلتو انشالله که میتونن که استفاده برین. کورسش 1 ماه تا 3 ماه. میتونید که انشالله که به سراغای ما رو بیاین، میکروفون پیرامه دام 29، یا اینکه به رقم ها زنگ بزنید. میتونیم که دستفکتون کنیم به متروها را، یا اینکه به دیگه شهرهای رسیه میتونیم که روانتون کنیم با واسطه پشت. و انسانایی که گیمرای دارن، گیمرای همون انسانای بسیاری که ماشین سواری میکنن، همونا میدونن برای گیمرای هم داروهای خوب هست. گیمرای استاپ سونامید ناتورال پروداکت میتونید که انشالله مراجعت کنین. همیشه ما در خدمتیم. یعنی بسیاری نوع دارو برای انسانی که سیگار میکشن، سیگارت کشن، برای همونها هم هست دارو. میتونید که انشالله که مراجعت کنین. ما همیشه در خدمت هستیم. الله سبحانه و تعالی هر کدی ما و شما رو نگهبان باشه. با دعا باشین. اگر برای شما زحمت نکشه به دیگران برسانین تا اینکه دیگران رو ببینن و زکات کنن، خریداری کنن. و برای خجامه را میتونید که زنگ بزنین، رقم ها در روی اکران. ما در خدمتیم. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.